سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو لایف هک ما. اولین ویدیوی امروز ماینکرافت ما. امروز قراره بچه من یه لایف هکی هست که من دیدمش و امروز قراره بیایم تستش کنیم. فقط قبل از اینکه بریم این لایف هک رو تست کنیم لایک کامنت سابسکرایب کنیم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. وایسین اول من دوربینم رو درست کنم. خب باید اول از همه اینجا ما نیاز به یه میز داریم. وایسین، یه اینچنته بود، مال چیز بود، میز بود. باید اون اینچنته رو من الان پیدا کنم. وایسین ببینم نیست اینجاها. انگار این جدید است، چون این میز با اینکه قبلا اومده ولی جدید حساب میشه. ببین براست انویل فنس مرغ روباه یک دو سه. حالا اگه زمین تو صافه 3 تا بلاک بکنید، بعد هر چقدر میخواین میتونین اینجا رو بزرگ کنید. چون من بخوام سریع‌تر فقط واسه شما انجام بدم، اینجا رو پر مرغ میکنیم. البته این مهم نیست. 2 تا مرغ اومدن اینجا. یه روباه میذاریم اینجا، اینو واسش میندازیم. گرفتش. الان میخواد بپره و چرا نکرد؟ واسه یه بار دیگه تست کنم. نه واسه بمیر روباه. از اول انجام میدیم. یه دقیقه واسه اینو بذارم اینجا. بمیر اینو باید بکشم. چه گوگلیه، دلم نمیاد بکشم، ولی باید بزرگ باشه. اگه شما میدونه کوچیک همیشه ببخشید بچه، من که دارم میکشم. اون بود وایسین بچه دوباره تست کنم. اینجا رو دوباره پر مرغ. پشمام، مرغ زد جوجه. بعد اینجا بپره. بچه انگار این لایف هکش درست نیست. خب بچه حالا که دیدیم که کار نمیکنه، ما اینها رو میکشیم از اینجا و اینجا تعمیر میکنیم.
نه اینا هم نگه میداریم مثلا یادگاری. خدافظ بچه ها، بریم سراغ ویدیوی بعدی.